تا حالا چند بار اون حس آشنای دژاوو رو موقع دیدن فیلم تجربه کردی؟ اون حسی که احساس میکنی این صحنه رو قبلا یه جای دیگه دیدی؟ تا حالا چند بار این حس سر دیدن یه فیلم دیزنی سراغت اومده؟ فیلم‌های دیزنی پر از ارجاعات مختلف به فرهنگ عامه و اشاره به فیلم‌های خودشونه. از دزدیدن دیالوگا گرفته تا بازسازی صحنه‌ها. این فیلم‌های دیزنی پر از نکات ریزن که شاید قبلا بهشون دقت نکرده باشی. امروز میخوام راجع به صحنه‌هایی حرف بزنم که دیزنی از فیلم‌ها و آدم‌ها برداشته. سلام بچه‌ها، به کانال انیمیشن فکس خوش اومدید. شماره 1 موانا. تو شک نرم دستشه. این اون سمسار از خنزر پنزر جمع میکنه به خیالش اینا با کلاسش میکنن. یه تصادف بود بچه‌ها، بی خیال. ماوی شخصیت دوست داشتنی موانا یه حرکت خاص انجام میده که شاید برات آشنا باشه. این همون حرکتیه که توی فیلم سفر به جزیره اسرارآمیز هم دیدیم. حرکت معروفی که هم ماوی و هم هنگ پارسونز انجامش میدن. طبیعیه چون بازیگر هر دوشون دوین راک جانسونه. شماره 2 شگفت‌انگیزان. اون صحنه گروگانگیری داخل فیلم یه ادای احترامه به فیلم جان سخت با انتقام، ولی فقط اجرا و صحنه ها شبیهش نیست، بلکه بازیگر کاراکتر اصلی هم یکیه. توی هر دو فیلم شخصیتی که گروگان گرفته شده ساموئل ال جکسونه. لباس قهرمانیم کجاست؟ خانم خود چیه؟ این لباس مخصوص ما کو؟ شماره 3 هرکول. اودسوس، پرسیوس، تیسیوس و خیلی سوسای دیگه. توی سکانس تمرینی همراه آهنگ آخرین امید، هرکول، فیل و پگاسوس روی ساحل حالت معروف کلاغ رو انجام میدن. این ژست اولین بار تو فیلم پسر کاراته باز توسط آقای میاگی معرفی شد. شماره 4 مولان. من زندم. دیالوگ معروف موشو یعنی من بدترین کابوست هستم در واقع از فیلم رمبو 3 قرض گرفته شده. هر دو نسخه‌ش هم خیلی با ابهت گفته میشن. شماره 5 گیسو کمند. دیگه خودم اما خودت. فیلین رایدر چند بار از مایتابه راپونزل برای دفاع از خودش و حمله به بقیه استفاده میکنه. اون صحنه نجات لحظه آخر وقتی سد میشکنه خیلی شبیه اون صحنه تو فیلم ایندیانا جونز و معبد مرگه، با این تفاوت که اونجا با کلاه نجات پیدا میکنن نه با مایتابه. شماره 6 داستان اسباب بازی 2. باید خودت انتخاب کنی که اون چجوری بمیره، مرگ توسط کوسه یا میمون. اون صحنه تیرکس تو آینه بغل کاملا یه ارجاع به فیلم پارک جوراسیکه. دایناسور دیدن تو آینه دنیای پارک جوراسیک یه چیز طبیعیه. زوتوپیا که میخواست راجبش صحبت کن، به خاطر همین اون ماشین فرستادم سوارش. آقای بیگ خیلی ریزه میزه و کوچیکه ولی شخصیت شبیه ویتو تو فیلم پدرخونده است. حتی گل قرمز تو یقه‌شون هم یکیه. شماره 8 رالف خرابکار. فیلیکس. پادشاه آب نباتی یه جا میگه تو که به یه آدم عینکی ضربه نمیزنی، که دقیقا مثل دیالوگ جوکر تو فیلم بتمنه که سال 1989 ساخته شد. ولی خب نه جوکر جواب گرفت نه پادشاه آب نباتی. شماره 9 داستان اسباب بازی 3. این دیگه چیه؟ وودی داشت فرار میکرد و نزدیک بود له بشه که یه نیروی مرموز نجاتش داد، همونطور که ایتن هانت تو فیلم مأموریت غیر ممکن نجات پیدا کرد. شماره 10 در جستجوی نمو. سلام. سلام. اسم من بروسه. بروس کوسه در حالی که داره نزدیک میشه تا نمو و دوری رو بخوره میگه بروس اینجاست. این دیالوگی ادای احترامه به دیالوگ معروف جانی اینجاست که تو فیلم درخشش کوبریک گفته میشه. شماره 11 زوتوپیا. آزمایشگاهی که توی زوتوپیا میبینیم پر از ارجاع به موضوعات مختلفه. یکی از بامزه تریناش هم اسم 2 گوسفنده که اونجا کار میکنن. اسمشون چیه؟ والتر و جسی. درست مثل سریال بریکینگ بد. شماره 12 شرک 2. شرینگ بیرونه چشای بابقاریم دارن درست میبینن. یلا رقم کن میریم دل برای سمیم. توی مونتاژ قسمت عاشق شدن فیونا حلقه‌شو مثل یه نینجا میگیره، ولی این حرکت رو قبلا فرودو توی ارباب حلقه ها یاران حلقه کرده بود. شماره 13 داستان اسباب بازی. خب ما با این روش نسخه تو باز میکنیم.
اونجایی که میخوان سید رو بترسونن، سر یکی از اسباب بازی‌ها به شکل ترسناکی میچرخه. این صحنه یه ارجاع مستقیمه به فیلم جنگیر. شماره 14 گیسو کمند. وقتی فیلین از مایتاب استفاده میکنه، ذوق زده میگه منم باید یه دونه از اینا بگیرم. دقیقا مثل واکنش ویل اسمیت تو فیلم روز استقلال وقتی سوار سفینه میشه. شماره 15 عصر یخبندان. اسکرات و بلوطش تو فضا معلقن و وضعیتشون خیلی شبیه وضعیت فضانوردا تو فیلم جاذبه است. شماره 16 دیو و دلبر. آهنگ اول فیلم شباهت زیادی به یکی از صحنه‌های انیمیشن قدیمی ایچاباد و آقای تاد داره که خودش محصول دیزنیه. شماره 18 کارخانه هیولاها. یادم نمیاد دستور بیدار باشنده باشم. ورود هیولاها به طبقه ترس خیلی شبیه ورود گروه تو فیلم آدمای درستکاره. این فیلم تو سال 1983 ساخته شده و حس صحنه‌ها یکیه، هرچند لباسا خیلی فرق دارن. شماره 19 راتاتویی. ورود رمی از پنجره خیلی با ابهته، ولی دقیقاً همون ورودیه که زشت تو فیلم خوب بد زشت داره. دقیقاً همون ورود. شماره 20 رنگو. اون صحنه ای که رنگو میفته روی شیشه ماشین یه اشاره کاملا واضحه به فیلم ترس و نفرت در لاس وگاس. حتی خود ماشین و آدمای توش هم مثل همن. نکته جالب اینجاست که جانی دپ تو هر دو فیلم بازی کرده. انیماتورهای دیزنی واقعا باهوشن. تونستن کلی رفرنس مخفی قایم کنن که هنوز ما رو سورپرایز میکنه. قطعا تمام این رفرنس ها توی یه ویدیو جا نمیشن. نکته عجیب اینه که کلی از این ارجاها به فیلم های ترسناک بوده. تو چه ارجاهایی تو فیلم ها دیدی که باحال بوده؟ توی کامنت ها حتما برامون بنویس و لایک ویدیو هم فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.